سلام بیننده عزیز. من دونم مگر که تو محبت داری یکون کار شد بکشم یا رسمه جای داری یک کاشانی تو از کلم دراز باری ای دلبری من ای یکی دیل آزاری داد. روزیبای ایدیف هنرمنده که با یک سبک و اسلوب خاص خود سرود می سراید و امروز در بین پیر و برنا محبوب همگان گشته است. قید کردن با مورد است که روزیبای ایدیف آوازخوان انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان بوده امروز در مهمانی برنامه درخش قرار دارند. شما در انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت می نماید. از نگاه شما تأسیس همین انسامبل فلک چه ضرورت داشت؟ انسامبل فلک یک انسامبل است که یک دردانه نادر است. برای شما دردانه میگم که میکنه از تمام مناطق با تمام لهجه با تمام زبانهایی که از اجداد اولاد ما آمدن، هم با اسبابهای موسیقی ملی، هم با طرز پوشیدن لباس، هم با طرز سخنگویی و با طرز هر آنچه که اجرا میکنن در پیش مردم بیگانه. من امروز خرسندم و امروز شکر میکنم در این انسامبل هم کار فعالیت دارم که با روبایی با سرایدن سرودهای و ترانه‌های فلکخوانی روبایهای مردمی و مردم بیگانه هم مردم خود معرفی میکنه که معرفگر است. معرفگری وطنی عزیزی یعنی با ما بیدر تأسیس انسامبل فلک. چطوری که ما میدانیم شما بیشتر با سرودهای خلقی رو می‌آورید، آنها را زمزمه می‌نمایید و در وقت اجرای همین سرودهای خلقی یک سبک و اسلوب خاصی خود را دارید. بیننده عزیز ما فهمیده می‌خواهد که از کجا سرچشمه می‌گیرد همین سبک و اسلوب و ما چرا همین سبک و اسلوب را انتخاب نمودید؟ در همون آوان جوانی در همون سن ساله که تا به مکتب خانه و تا به دانشگاه اومدیم استادا را من گوش میکردم و میگفتم که بعد آوازه میشد که استادا اومدن از ممالک خارج یا که از فرانسه یا که از ایتالیا که از قطر یا که از همینجا. بعد سوال می آمد که میگفتم که مثلا چه خیلی راه است چه خیلی است سرودهای مردمی 40-45 دقیقه برای مردمی بیگانه را معرفی کردن از ما وطنی عزیز بردن و برداشتن به سطح بلند سرودهایی که در سطح بلند بود. لباس ها و همون رسم آینه که در ما بود هر آنچه که بود بگذار که دقیقه های کم هم که بود برده معرفی کرده نشان میدادم. من در اون وقت که در دانشگاه بودم گفتم که باید که همین راه را من پیش کنم که آینده برای جوانان در این دنیا اگر چیزی نبوده در آن دنیا کرایه رفتن نیست، باید که هر یک انسانی خواه نوازنده خواه سراینده خواه رقاصه که هست باید که همون راهی خودش باشد. همون وقت من گوش میکردم من بعد انتخاب کردم همین راهی خواندنی سرودهای مردمی ترانه خوانی روبایی خوانی فلک خوانی نقش خوانی دو بیت خوانی. وقتی در انسامبل فلک اومدم من این کار کردیم من با یک روبایی مرا قبول کردم. همین روبایی که بود همین آواز انسان از دل جگر وقتی که باید خواند که کوهپاره ها با صدا باید با استاد دولتمند خلوف هم با همین اسبابهای موسیقی و گفتیم که کمتر دیگرگونی کردن در کار. نه که من همین دیگرگونی کردم که هر وقتی که قدم میگذارم به دیارها وطنها و شهرهایی که همین عزیز ما هستن یا که در میلمون و در کوچه تالار وقتی که تالار میبرم علاقه میکنم که همون روبه همون شینگه اوای باشد اول. چون که انسان هم وقت آواز احتیاط کنه همین آواز در گوش شنونده اول رسد. ما با استاد دولتمند خلوف هم جوری کردیم آهنگ و روبویت. فقط من گفتم که استاد همین کوشش کردم که همین باید گفتم که پیرهه خدا در کن علاقه باشد. من همین شکر میکنم با نوازنده های انسامبل فلک با راهبری انسامبل فلک و هم زبانی کرده هم کاری کرده همین پیراه را کمتر جون بودیم. شکر میکنم. نگی کجا که من قدم میمونم گفتم که اول همون روبایت یا اول همون شینگه یا که اول همون فلکی باشد. انسان وقتی که میشناسم باید خاکسار باشد. باید که انسان همیشه کند که از خودش یک چیز ماهی بعد از خودش
گویم که انسانی خوب بود بنی کی نامش بردی زبان و یاد. تشکر زیاد. اینجا قید نامداد که مثلا خاکساری برای هر یک شخص ضرور است و کدام خصلت ها هنرمند را در بین جامعه نکونام میگرداند خیر از خاکساری؟ در کدام ساحه که نباشد از احترامش، از سخن بلندش، همون قدم گذاره که با مردم چکل قدم میگذاره، با مردم چکل نگاه میکنه و صحبت میکنه و در تمام جا هم وقت معرکای هم حکومتی است هم معرکایی که یا فرزندای ما یا برادرای ما مردم عزیزی ما میکنه. در همون جا هم وقت باید که با مردم شدن کنه، باید که در بین مردم شدن که سایه ما سایه سنت است. هم وقت همه جا پستی بلندی ما میبینیم. پستی بلندی ما چی میگم از همون سنتی خود میبینیم که هم توی یک گویا که باید خورسندی میکنه یا گویا که در بین برنامه های حکومتی میریم که همه را ما بینیم که چکل است و که در کدام سطحه که در چکل سخنروی چکل و فرهنگ سخنرانی تحلیل میکنه. برای همون پیش قدم در کدوم کی نباشد، در کدام جماعتی کی نباشد یا در کدام تالاری کی نباشد. وقتی که در میشه اول احترامات با همون در باشد که در اون علاقه تو رو همه نگاه میکنه، هم علاقه میگن که کی هستی، چه خیلی هستی و چه خیلی سخن میکنه. طبیعت زیبای تاجیکستان در انتخاب سرود و در سراییدن سرود به شما کمک میرساند؟ هر وقتی که من به طلاب میبرم همه پنجه های من وقتی که کشاد میشن مردم رو میبینن به هیجان میمیارد به یک قوتی میتید که باید که من همین آواز باید چی میگم هر آنچه که هست هر آنچه که از صمیم قلب بیرون میآید از دل جگر است باید که پیشکشی تمام بینندگان عزیز کنم. همین سبز و سه برگ و آب روانی ما که نیا کنیم همین آب هم وقتی که شلفه میتید میکنن با یک سنگ بر میخورد آواز میبرن یا کنیم انسان رو آرام میکنه. موسیقی هم انسان رو آرام میکنه و طبابت میکنه. وقتی که هم وقت عصبا کمتر که وزن یا کنیم موسیقی میمونه موسیقی چکل آرام میکنه. طبیعت زنده کوههای بلندی آسمان موسیقی درمانی صدای ما را میتونم وقتی صدا میدیم و از اون طرف صدای موسیقی هم میده شلفت و هم ارچهایی که همیشه سبز هستند در تاجیکستان عزیزیمون نیا کنید که وقتی هم زمستان و دیگر سرود دیگر نوا میتن و در فصل تیرما انسان به یک الهام میتن، انسان به یک قوت میتن، انسان به یک نوای نوازشی دیگر میتن که بعد ما اومده پیشکشی مخلص خود میکنیم. بله و در برابر مثلا سراییدن سرود باید همون متن سرود نیز یک مضمون بلند را دارد باشد که چون که هنرمند در برابر سراییدن همزمان تربیتگر است. حالا شکر میکنم روبایتی پست و فلایتی پست و دوبایتی پست من نخوندم. این لحظه بیننده عزیز ما منتظر همون سرودی است که از صمیم قلب بیرون میآید. در گوشه بوم شیشته و چغرق میرسد یه هشتک شما جلوه کنون یه میخیزه یه نالو گهواره جون بونه یه پزمون شدم و روشنم گردونه داده داغی تو بر جونم آی گله های جونم آی گله های جونم آی داغی تو بر جونم آی تنبور زدم دل بر گوشت آید رو ملچه پور سلسله در مشت آید هر رسه به سفت قرصسی انگوشتش داده جون سلیمت بنوگی انگوشت آید داغی تو بر جون نمای گله های جون نمای گله های جون نمای داغی تو بر جون نمای. ما بیشتر در چاره‌بینی های سطحی حکومتی در تالارهای کنسرتی هنرنمایی می نماید. از نگاه شما در همین چاره‌بینی های سطحی حکومتی در این دو جشن ها سراییدن سرودهای خلقی به مورد است؟ هر یک سرودی که در اشعار است قبول است در اینجا
سال 2005 فرانسه رفتیم با همون انعنات با رسم و آیین سرودهای ملی ما که بعد از بازگشت فخر آن کردم که به اون مدل خدمت شایستم. دیگه وقتی که نوروزی که در فستیوال ترکمنستان بودم، نوروز در شهر آوازه 2013 وقتی که اومدم که آواز اومد که روزبای دیف همین خیلی گفتن که باید پیشکش کردن. شکر میکنم که اون خدمتهای من هر با نظر گرفتن اون وقتی که زحمت میکشم زحمتهای من هم در هوا نیم برای مردم وقتی که قبول باشه مجبوری هم نیست. وقتی که انسان میبرد کفکوبی میکنه زحمت میکشه مردم از چهار طرف وقتی که آواز میبرن این در تمام کس قبوله انسان رو با وجه میگیره. شکر میکنم که همون سال بعد برگشتن از ترکمنستان عنوان هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان این همش زحمت. اینجا درباره هنرمند شایسته سخن رانده یادم هست طریق آینه نیلبون ما نیز تماشا کرده بودیم هنگامی همون مدال سر سینگی رو راهبر دولت به شما دادن. اینجا گفتن که یک ربایی برای ما زمزمه نمایید. این ازش ما امکان دارید که همون ربایی رو برای بیننده های ما سرایده باشید. یا لیلا در عشق تو مجنونه در دشت سبک همیشه سرگردونه کیامری خدا شود که هیچ مونم در جامعه محصی کلوشه جونم. همه این اجراشی همونجا که بود کردم هم گوجه رفتم اومدم هم برای خواستگاری رفتم هم برای بچه رفتم هم دیگر دشت رفتم بعد اومدم آخر همین جامعه ماسی کجا یک بار چیکار بلند گرفتم که چیکار هم با هیجان هم حیرت آور یک بار تمام خستگی برطرف شد. این هم امتحان بود در پیش جناب عالی. شما امروز در جامعه خود را موفق میشمارید؟ ولی کمتر دیگه از خود باید که هم وقت زحمت کشیدن کنم. دیگه هر آنچه که برای من با موفق هم بهادر هم اینو هم آنش باید که خلق کرد. لحظه فراموش نشونده در حیات شما کدام است؟ بازمانی فلک بود که باید که همین 3 طور بود باید که 3 درد میگیرم. وقتی که من برامدم اول همیشه کردم استاد و 18 کس در همونجا بودم همیشه کردم استادم استادایی که ما وقت در کمیته تلویزیون رادیو بود در همون تالاری که ثبت میکرد در همونجا مثل وقتی که دست برداشتم همین سرود بود سرودی خلقی بود این فراموش نشونده برای چند سال است که سر کردم بلکه گفتم که همین خیلی است کفایه شما با اون نفرانی با مخصوصا با اون هنرمندانی که از ورطه تقلید بیرون شدن نمیخوان چی گفتنی هستید؟ هر آنچه که همون آموخته است ممکن در همین راه در همین چیز است چون که بخواد کوشش میکند که باید که از همون راه از همون پیرها بیرون شده که بلکه اون پیرهایی که انتخاب کرده است که گذشته است گویا که گودکی که از رو گذشته است که با مانند همه ممکن که 10 سال 8 سال که در اون پیرها باشد دیارکنی کردنی باید بیاد لازم است. یعنی از نگاه شما تقلید خوب است نمی‌تر؟ خیلی باشد که به همون جای رسوند اصلا انسانی که به همون جای نمیرسونه کمتر با خشم هم میبیرد که اگر تواند آیادش کنند که قبول مردم باشه همه وقت کوشش کردن در کار تلاش کردن در کار و در پای جستجو کردن جستجو این خوب است با آموخته کردن خوب است امروز آموخته کردن که ما در بین مردم هستیم بعد استادای بزرگ اگر آموخته نمیکردیم مطمئنا یک پیراه بودم من شکر میکنم. یعنی در کجای نامی روزبای ایدیف را شنوندگان خودی روزبای ایدیف را بینن اول همون روبای خانه همون سبک و اسلوب در خاطر آنها بینن خواندن کردن میفتن که همون بچه که با جیلک میخوند بابای همین گفتم همون منم. اینجا درباره عائله خود که میخوام سخن رانم یگان فرزندی شما کسب شما را انتخاب کرده است یا نه؟ دوام دهنده کسی پدر است؟ فرزندی همون سیمانگین از شارجان است و رکه این ساحه انتخاب کرده است میگه. حاضر بعد از دانشگاهی استاد احمد باقلوف وی رو با دانشگاه هنرهای زیبا با نام استاد میرزا ترسونزاده بردیم. اونجا با دوام دادی استاد. کدام وقتی که تمام کرد در کدام ژانر؟ ژانر هم آوازخوانی است. و مثل پدران همین سرودهای خلقی را از صمیم قلب سراده میتواند؟
هست است در همون جاده. من که آوازی وای رو من گفتم که بعدی 20 سالگی خلاصه بعد هم با آموختن با تربیت و تکمیل آواز رو بقوت کردن میگم میشه. یعنی حسن همون حیثیت میگذارن یکی من حالا نگفتم که در یکان جا خونم که میگفتم وقتی تلویزیون برآمد کردم نگفتم حالا تا مکمل بشه هم تو نباشد انسان چگم باید که باشد که ثبتای او با مانندی موسیقی با مانندی یوسفا در فوند طلایی خزینه طلایی هم رادیو هم تلویزیون مانند که اصر غیر رفتن یعنی ماندگار باشد هر آن چیزی که می سرایت و برای بینندگان پیشنهاد بنود. خب تشکر زیاد. سال دیگر ما 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را تجلیل می نماییم و چی آمادگی ها است وابسته به همین سنه تاریخی؟ انسان بینیم هم وقت با سرود و روبایات دو بیتی فلکخوانی، نقشخوانی و رباخوانی و ترانه‌های مردمی هستند که همین چند حافظ چند سرایندی که میبرد از اول از یکدیگر فرق میکنن. حاضر با جوان‌ها هستند که طرز خواندن اینا و از سرودهای مردمی هست از یکدیگرشون فرق میکند که اینا با هم آوازی راهبرا با هم آوازی دستگیری تا اون نوازندگان پیشکشی مردم میکنیم. اما سرودهای نو است در ما موسیقی نو است در بود و البته باید که با سرودهایی که خونده ما گذاشتیم باید که اینا خوب نباید باشد چون که این فلک است این طرز خواندنی انات و رسم آیینی مردمی گذشتگانی ما هست باید که هم معرفی کرده هم شنونده شناخته کرده زنده کرده پیشگیری تمام کلی جواب کرده. من وقت گفتنی هستم که جوانانی که این ساحه را انتخاب کردن باید که اصیل باید باشد. در همین صنعت ما سراندگان و نوازندگان اصیلش میماند. اون چیزی که همین روز برای مثلا فایده یا برای که اونی که امروز من یک ثبت کرده یا یک نشان داده خود رو پگاه توی مارکا بهش دیگر است. یکی اصیلش و مانندی فلان و مانندی ششمکان و دیگر و نوازندگان اصیلی که هستن و سرایندگانی که اصیلی که هستن و مانند این هم میمونه. یا رو من شکر میکنم همین در آینده برای جوان هم یک چیز مانده در از خواه میمار ساز است خواه باغ ساز است خواه سراینده است خواه ارامات است. خب و اون جوانی که میخوان سبک و اسلوب روزیبای ادیف رو مکتبی روزیبای ادیف رو دارند چی مسئولیت میده؟ تا به این روز من شکر میکنم شکرگزارم و از مردم میندار هستم که هر یک جوانی که میبید میگن ما باید از آواز شما من یکون مکتب خونم بود که از ارتشم اومده بودن که که من باز هم یک طرز خوندن طرز آواز کشیدی یاد ما همکاری کردم چون باید بخیل نباشه هم وقت راه نشان میتیم هم وقت بودن که من همین میبینم میپرسم هم وقت راه نشان میتیم با همون موسیقی هم هستم موسیقی هم میتونم وقت گشته میبینم که همون آواز همون تنال است که شما گرفتید ما گرفته نتونستیم هر اون کسی که میخواست آوازش میرسید میشه رسوندن در کار در این سطحی آواز با من دوست داره. من فکر میکنم در برابر مثلا آموختن همزمان باید هر یک شخص و هر کسبی که انتخاب می‌نماید پیش از همه شوق و ذوق داشته باشد تا اینکه شوق و ذوق نباشد اساس همینه ولی در اون ساحات شوق و ذوقش نباشد چقدر که مجبورم که چقدر که میآموزید و هیچ است. تشکر زیاد اظهار سپاس می‌نمایم برای چنین یک صحبت صمیمی. من عزیز خاطر رسان می‌نمایم که در مهمانی ما حضور داشتند هنرمند شناخته آوازخوان انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ناپیشه شایسته تاجیکستان روزیبای ادیف. اینجا با یک سرود در اجرای روزیبای ادیف و برنامه حسنی انجام می‌بخشیم. اگر چون خاک پامالم کنی خاکی درآید گردم وگر چون گرد بردادم دهی گردی سرایت گردم کشی خنجر که می سازم به دستی خیش پرداند چی لطفت این که من قربانی دست و خنجرت گردم
چه لطف است این که من قربانی دست و خنجرت گردم. تو ماهی کشوری حسنی و شاهی لشکری خوبا، گدای کشورت گردم اسیری لشکرت گردم. گدای کشورت گردم اسیری لشکرت گردم. پس از مردن چو در پرواز آید مرغ جانی من. چو مرغان حرم در گردی قصر و منظرت گردم. هلالی را به هوشیاری چه جای تن ساقی